أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و شنوندگان محترم، و حالا با عون و یاردم الله تبارک و تعالی درس دوم را از کورس یکم برای شما پیشنهاد میکنیم که ما و شما حالا در مستوای اول هستیم، یعنی کورس یکم هستیم و درس دوم. الدرس الثاني، درس دوم. درس دوم موضوع درس ما و شما ذلك می باشد. ذلك همچنین اسم اشاره هست، چطوری که ما و شما در درس یکم هذا را گرفتیم و حالا ذلك را میگیریم. ذلك آن، اسم اشارهش میگویند و برای بعید هست، برای دور هست. اگر دور را اشاره کردنی باشه مگر ذلك میگیم، یعنی آن. اگر نزدیک را اشاره کردنی باشه مگر میگیم که هذا. درس گذشته هذا را بیان کرده بودیم. پس در اینجا میگوید که ما ذلك، آن چیست. ذلك آن، ما چیست. ما ذلك آن چیست. ذلك نجم، آن ستاره است. ببینید در اینجا صورت ستاره است، میگوید که آن ستاره است. ستاره که دور هست، برای همین خاطر کلمه اسم اشاره ذلك را استفاده برد، یعنی که آن ستاره است. و در اینجا میگوید که هذا مسجد، این مسجد است. مسجد قریب که هست، از این حساب میگوید که این مسجد است. و ذلك بیت، و آن خانه است. خانه دورتر هست و مسجد نزدیکتر هست. از این حساب مسجد را با هذا استفاده برده، گفت هذا مسجد، این مسجد است. و ذلك بیت، و آن خانه است. و در اینجا همچنین میگوید که هذا حصان، این اسب است. اینجا صورت اسب و صورت خر است. میگوید که اینه که نزدیک است با ما، این اسب است. و ذلك حمار، و آن خر است. آنه که دور هست آنش خر می باشد. و همچنین در اینجا میگوید که اذلك کلب، آیا آن سگ است. دور را اشاره کرده ایستاده است. میگوید که آیا آن سگ است. در جواب میگوید که لا ذلك قط، نه آن پیشک است. همچنین در اینجا میگوید ما ذلك، آن چیست. و در اینجا صورت کت هست، میگوید ذلك سریر، آن کت است. آن کت می باشد. و همچنین در اینجا من هذا و من ذلك، من کیست. من هذا کیست این. و من ذلك و کیست آن. کیست این و کیست آن، یعنی که دور را و نزدیک را اشاره کرده ایستاده است. میگوید که هذا مدرس، اینه که به ما نزدیک است، این مدرس است. مدرس درس گوینده، یعنی که استاد. اینه که به ما نزدیک است، این مدرس است. و ذلك امام، و اونه که میگه از ما دورتر هست، آن امام می باشد. آن امام مسجد هست. ما ذلك چیست آن. در اینجا صورتی سنگ است، این را اشاره کرده میگوید که چیست آن. در جواب میگوید ذلك حجر، آن سنگ است. حجر یعنی که سنگ، آن میگوید سنگ است. هذا سکر، این شکر است. در داخل این لعلی
خیلی که میبینید قند است یا شکر هست، میگوید که هذا سکرون، این شکر است. و ذلك لبن، و آن شیر است. این استکانی که میبینید در داخل این شیر هست، میگوید که و ذلك لبن، و آن شیر است. لبن یعنی که شیر. پس در اینجا تمرینات می آید. تمرین که این درس یک تمرین دارد. تمرین یعنی که مشق. تمرین مشق. در اینجا می گوید که اقرأ واکتب. اقرأ یعنی که بخوان، واکتب بنویس. بخوان و بنویس. اینجا 4 رقم بعدش کلمات رو نوشته است. میگه این رو بخوان خودت و بنویس خودت همچنین. زیاد بنویس تا اینکه نوشتن و خواندن درست شود. در بالا ما و شما دیدیم که اونها حرکت داشتند. در اینجا میبینید که حرکت ندارند. پس این رو باید شما خودتان درست بکنید، یعنی درست بخوانید. میگه هذا سکرون، این شکر است. و ذلك لبن، در رقم 1 رو ببینید میگه هذا سکرون و ذلك لبن، این شکر است و آن شیر است. در رقم 2 میگوید که من ذلك، کیست آن. ذلك امام، آن امام است. در رقم 3 میگوید اذلك قط، آیا آن پیشک است یا گربه است. در جواب میگوید که لا ذلك کلب، نه آن سگ است. در رقم 4 میگوید ما هذا، چیست این. در جواب میگوید که هذا حجر، این سنگ می باشد. پس در آخر این درس الکلمات الجدیده، کلمه های نو. کلمه های نو را میارد که در این درس ما و شما چند کلمه نو را، کلمه جدید را از خود کردیم. میگوید یکم کلمه امام، امام هست. امام یعنی که پیشوا، یا امام کسی که در نماز پیش میدراید، پیش امام میشود، پیش نماز میشود. حجرون، حجرون سنگ. سکرون، سکرون شکر. لبنون، لبنون یعنی که شیر. پس در این درس ما و شما 4 کلمه نو را با کلمه هایی که در درس گذشته خوانده بودیم با اونها یک جا شده. همه اینها را شما خودتان میتونید که زیاد تکرار کنید و اینها را در ذهنتان بگیرید. و این هست درس دوم ما و شما. موضوع درسمان اسم اشاره برای دور می باشد. اسم اشاره برای دور، یعنی که ذالک معنایش آن. و این بود درس امروزه و این درس را در اینجا به پایان میرسانم و تا درس آینده به الله تبارک و تعالی میسپارم یک و یک شما را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.